استاد منظرشاه شکور ما منظرشاه شکور پرسیدنیم که این اسبابی در دست این چیست و ای کدام روز به این شغل دست دراز کرده ما مردم ای شغل قدر می قدر ما 41 سال همرشته در ساحه صنعت قدر کسبیم برادران هستند او 2 نفر دائما در خدمت پدر بودند در این صنعت لیکن من خودم شخصا در خواجگی وابسته در خواجگی بودم خطی ها نمی رفتم ها که حافظی می در اومدن مشق سر می کردم من وقت نداشتم که مثل خواجگی با چاربا های هست بلند کار دارم بله ها مشق بود می کردم برفتم بعد من خودم می در اومدم تنها مشق پدری کسب با شما بودند؟ در حساب پدر با شما میراث میتوانید یک 4 مصرع از سرود غزل‌های پدر زندامه کنید؟ میتوانم مرحمت. ای دنیا نکند کرا ای غم خوردن ما ای معلومه نشیده در جهان بودن ما این عمری عزیز ما با شادی نگذشت ای از بودن ما به هست ای نابودن ما آدمی پیر چه شد پیر جوان می‌گردد آدمی پیر چه شد پیر جوان می‌گردد خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد روشن آسمان در حرکت از نظری روشنی ماست آسمان در حرکت از نظری روشنی ماست آب از قوت سرچشمه روان می‌گردد آب از قوت سرچشمه روان می‌گردد راهی روشن ز بزرگان کهنسال طلب راهی روشن ز بزرگان کهنسال طلب آبها صاف در ایام خزان می‌گردد آبها صاف در ایام خزان می‌گردد طالب خلق اگر روشنی زده گیرد طالب خلق اگر روشنی زده گیرد همچه دانست در خواب نهان می‌گردد همچه دانست که در خواب نهان می‌گردد
شری زبان میگردد هر کی را تغییر زبانه با فرمان سایی عاقبت کشته شل شری زبان میگردد آدمی پیر شد عقل جوان میگردد خواب در وقت سحرگاه گران میگردد خواب در وقت سحرگاه گران میگردد از جهانی به افاهر دم غنیمت می رود از جهانی به افاهر دم غنیمت می رود احترام و اعتبار آدم از بین می رود احترام و اعتبار آدم از بین می رود دشمنت کشتن بخواهد گر تو غافل هم مباش دشمنت کشتن بخواهد گر تو غافل هم مباش کشتن آسان بود لیک خون ز خنجر می رود کشتن آسان بود لیک خون ز خنجر می رود سخنهای درشتی رمضان درسی
سلامت باشه. گرد نیست وقت